کنسولگری ایران در هرات شرایط و مراحل دریافت ویزا را اعلام کرد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات فهرست کامل مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام برای دریافت ویزای ایران را منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه متقاضیان باید مدارک هویتی، آدرس و تماس میزبان در ایران و کاپی مدارک اقامتی وی را ارائه دهند. بر اساس اعلام کنسولگری ایران در هرات متقاضیان باید مدارک شامل عکس پرسنلی جدید، اصل پاسپورت، آدرس و شماره تماس در افغانستان و ایران، کاپی مدارک اقامتی میزبان در ایران و در صورت سفر خانوادگی اصل اسناد سجل و نکاحنامه تایید شده را ارائه دهند. هزینه‌های مربوط شامل 20 یورو برای ثبت نام، 150 یورو برای ویزای ورود یک بار و 10 یورو برای بیمه است که تنها به یورو یا افغانی قابل پرداخت می باشد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات تاکید کرد که دریافت فرم به معنای اخذ قطعی ویزا نیست و تمام درخواست‌ها نیاز به تایید مرکز مربوطه دارد.